دوستان عزیز سلام. میبینید که ما امروز یک بایک در پشت ما و موتورسیکل. امروز ما آمدیم خانه برادرم که برادرم رو ببینم. من به موتورسیکل آمدم که ببینم شه مرا پشت سودا روان میکنن. سودا سید چی میگم بازم بایک دادن به من. بایک به من دادن، میگه برو زردک بخر، ترکاری بخر. من چم دیگه و دیگه موتر ندارم. موترم در دان خانه پارک است. امروز موتورسیکل آمدیم. برادرم هم در کار است، خانم برادرم در خانه. او مرا میگه که باید بری نمیفهم سودا بخری، خرید کنی. یعنی بایکم برام داده. چی کنم؟ چرا همی مادرها، ینگه ها، زن بیادرها یا یکم هستن میری خانهشون که بشینی یک چی میگن که سلام علیکم کنی، یک استراحت کنی، میگیره برد بایک میته برو سودا بخر، برو فلان. بدر من نمیتونم سودا خرید. موتورسیکل است. امروز موتورسیکل من چه رقم سودا بخرم برای تو بیارم؟ بریم ببینیم چی میکنیم دیگه. زردک و چیز جایی میشه دایش یا نه؟ امروز ما باشیم یک جای میریم کلا یا میگه سعی میکنیم ببینیم میتونیم چیز بگیریم یا نه. خب دوستان عزیز بریم که سودا بخریم. امروز موتورسیکل خرید کنیم. ولی دوام رو بیکار نکرده بودم. یعنی بود دو کشور خارجی طرف دو افغانستان میرفتیم رو موتورسیکل خرید میکردیم. مثلا باز خلطه رو میگرفتیم در ایجا بند میکردیم یا یک جای دیگه بند میکردیم شه. اما ایجا نمیشه گیره ما در کجا بند کنم خلطه رو. بایک مکتب آده با ما داده گفته برو سودا برم. بایک مکتب سودا میرم میارم. او ولی خوب شد یادم اومد گیره بند کنم که بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با امید تو بریم که یک تکر نکنیم، نموریم، کلمه خود پیش از چشم بخوانیم. جور بخیر کاکا. جور هستی؟ کاکا را تعجب کرد. کاکا به خود گفت کی بودی؟ در کجا دیده بودم؟ به کدام جای کدام قومای ما بود؟ نمیفهم. یک وقت ما مکتب میرفتیم تا کابل بایک برام میگرفتم و بایک یک توش کنده میشدی رو کشکده میبردی، بازو رو چقدر میدوختی و قدر رو کوک میزدی تا کجا میشه. این سیکی این اولاد کجا پارک کرده؟ او بر پدرت نالد این چرا من پارک کردن است؟ چرا بخیر کاکا؟ کاکا میگه تعجب کرد که چی حال است به خدا. سلام خالا. ای کنین هوا رو منظره رو لذت ببرین. حادثه ایست که ما امروز آمدیم چی میگن سودا خریدن. قرار نیست از منظره لذت ببرم. اینو کلگی در ویدیو سعی میکنم بگن او یه روز که ویدیو میمونه میره بیرون، هر روز به یک بانه است در چیز است، یا بانه سودا خریدن میره بیرون که ویدیو میگیره یا دیگر. نه او رقم نیست. یا کدام کامرا نباشه. من که اپل بلیتزر رو خودم فعال نکردم یا کدام کامرا بگیره بدبخت میشم به خدا. اینجا یک اسکریم فروشی همیشه میایم اینجا اسکریم میخورم. بیا بشینم یک ساعت میشه یک اسکریم بخورم. گمش که سودا رو کی میبره خانه؟ یک ساعت منتظر باشن در خانه. اینی اسکریم فروشی است. نمیفهم چطور اینجا بند است. سایکو روخ سایکو با خدا. سایکو ویو سایکو لذت ببر از ویو. حالا خوبش میگفته این پرده نویان بگو خطرناک برنگونش بیساد. حالی ما در اینجا دکان ترکار است کجا پیدا کردم. اینجا یک دکان ترک بود نمیفهمیدم کجا سالیم. یک دفعه اومده بودم رو بیادر ما اومده موتر و دیگه نمیفهمیدم کجاست. باش که با اسکی رکی رو بتر سانیم. چی میکنی در سرک؟ برو برس. انشاءالله ترسیدی؟ نه ترس. کاکا جور بخیر. جور بخیر کاکا. باشه دیگه نمیدم نبویر ما میای بزنم پس کلید بزنم یک تا خیلی برا خراب میکنم. دختر خاله ایسو بس هموسو. نه بچه ما رو خواهم آدم نیستم. اگرانش خندی ها اون ای الدی نیستم. هیچ بکن نبود. الدی در کجا بود؟
خلدیام یادم رفت الله به خدا نه گندگی آبروم رفت به خدا اوه به خدا تیل نزدی کو بر پدر یادم رفت تیل چقدر قیمت شده تیل 1.5 یورو بود 2.5 یورو شده 1 یورو سرش آمده بر پدر این زندگی رو نالد این چه رقم زندگی است حالا گوش نستم ما چای سوب هم نخوردیم بدون چای سوب پر آمدیم اینجا مرا خیستاندن برو سودا بیار این چی زندگی است که ما دارم حداقل یک چای سوب خوب بتن ما را چرا این کارا رو میکنین امر ما از خانه خب بیرون میندازین ما را بیادرم و ینگیم اگر دوی تا این ویدیو رو میبینیم و مرور زمان خود اصلاح کنیم اگه نه بازگاه خانه تان نمیایم چی حال انداختیم abi bir tane daha marketten var burada. Bir tane daha market, Türk marketten burada var. Bu değil ama bir tane daha var. Bu biliyor musun nereden? Bir tane Siirtliler kasap dükkanı açtı. Şurada var kasap dükkanı. Şurada. Şuradan. Buradan düz gittin. Şu araba gözüküyor. Onun gelmeden hemen sağa döneceksin. Hemen ileride. O bir tamam. tane imbiz var onun yanında. Tamam. O kasap. Eyvallah sağ ol. Nasıl? Sen nerede oturuyorsun? Sen nerede oturuyorsun? Ben Darmstadt'ta oturuyorum. Darmstadt'ta. Evet. İşin var. Benim arkadaşım, kardeşim burada. Kim? Kardeşim. Nerede Evet, oturuyorsun? kardeşimiz burada. Burada bu Eppertshausen'da. Nefes aldın. Eyvallah abi. Sağ ol, çok sağ ol. کاکا ترک بود اومدم از پرسان کرد گفتم این دکان ترکی بود گفت ترک هستی گفتم نه ترک نیستم ترکی یاد دارم بهش ترکی گرد زدم باز گفت که اینجا یک مارکت هست خیالم همی باشه düzgün گفت باید بری düzgün که میری اینجا مثلا bir tane Türk market var ya burada onu da eyvallah آخر رسیدیم یا مارکت ترکی خب اینا رو چی گفته بود ما رو بگی باید یادم باشم پودر ژله گفت مرا چی به این چیز ما از کجا پیدا کنم میره اینا رو یک سال باید بگردم به رو پیدا کنم پودر ژله evet tuzu Bak bunlar bunu şey oldu. Bunun çileklisi var, bir de frambuazlısı var. bu iyi O. ben 5 sene Türkçe konuşmadım Unuttun mu? Unutma ama öğrendiysen vallahi kesinlikle devam et. eyvallah خب دوست عزیز میبینین که ما با یک بدبختی بعد از 1 ساعت من یارو پیدا کردم پودر نارگیل 2 دانم پودر ژله یا با که ما با یک بدبخت پیدا نمیتونم پودر چی آنست پیدا شد زود بیفتم ایده شم یزی هم باقی پیسه ما فرقیم شده اینجا دیره برم یکان چیز مزلدی بگیرم باز سلام کردم کلانا را که دیدی سلام که احترام که سلام کردن از خونده است هر وقت کلانا را دیدی سلام همیشه باید کلانا را میبینی سلام کنه اگه موقع من سلام میکنم سلام خارجی را خدا امان زردک یا خدای زردک های رسید که شد کته کته ای کوش چی نیزنی چش نگو که ندارم اینا دیگه نداشته باشم از کجا پیدا کنم زردک ترکاری و شیر یارو گرفتیم دیگه بریم طرف خانه چارچ کمبریم هم خلاص شده کم کم خلاص میشه دیگه من میره بانمو حرکت کنم تا چارچش خلاص نشده خداحافظتان وقت خوش امیدوارستم به این سرنوشتی که ما دوچار شده کسی دیگه دوچار نشود بده متوجه خود باشین سلام برسانه او ما فامیلا را خاله کاکا ماما کاکا ایمشانه سلام برسانه خاله ایمشانه سلام برسانه ساعت ما بشید ازدهش خرابه کلگیر سلام برسانه بفهمم که کم زیاد گپ زدم اما خیر است خودمون سردرد گرفتیم خیر است
از ما we are done.